سلام بچه خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال اسکلتون. امروز میخوایم بریم آموزش فاکینگ بریج. قراره بریم تمام نوع بریج رو بهتون یاد بدم. میریم از اون سرورمون وای پیکسل دیگه همه میشستن. سوسپک تایگی 16x66 تایگی هم داریم استفاده میکنیم که یکی بهترین پکاست. ببین چرا میگم من دارم با این پک 2000 تا FPS میگیرم. اولین نو بریج که همه انجام دادم توی زمین این بوده. منطقه خیلی باحال خوبه. اولین نوع بریج این بود. اصلا ببینید بعدم که بهتون نشون دادم چند دست به ادوارزم توی این توی چیز میرم تیرت مای. چرا نمیرسم؟ ببینید تو 25 دادم من چجوری من کلاس کردم؟ بمیر بابا من چرا کلاس کردم؟ حالا اون روزی که نمیخوام کلاچ کنم هی کلاچ میکنم و اون روزی که میخوام کلاچ کنم کلاچ نمیکنم. یه خدا ببینم یه شانس دیگه بهم میدم. اولش کن بریم بریج یاد بریم. ایزی بریج بعدی وقتی اون 25 ثانیه بعد اینکه یکم میخواد خودت همچین بریجی میزنی آدم میره سراغ این بریج که بهترین بریج هست. دیدید اون 15 ثانیه بود، نه 25 ثانیه بود، این 18 ثانیه بود. بعد که شما میرید سراغ فست، نه شیفت رو بگیر ول کن که این نام دارد. یعنی میای اینجا بلاک رو میگیرید، اینجا ای میکنید، اینجوری بلاک بعدی رو میذارید، شیفت رو ول میکنید میگیرید، میذارید میگیرید، میذارید میگیرید، میذارید میگیرید، میذارید میگیرید، میذارید میگیرید. آره این که خیلی کند شد. نه چون من بلاک رو داشتم ولی بخوام اینجوری کنم من خیلی مصرف. بعد که میام من خب اینو بلد شدم، خیلی من خفنم. میرید سر فصل بعدی اینه. چرا افتادم لیست بکنیم. بعد میگیرید من بعد چندم 20 اوکی. میام برای این میاد به جای که بیان اینجوری میکنی هر جوری که هستید اس و دی رو میگیرید. بعد مثلا میای فصل بری اینجوری نشی ها، میای اینجوری یه ایم اینو میگیرید، اینو ببینید اینجای بلاکو خب میگیرید یکم میبرید اینجا فصل بیاد اینجوری ببینید. این 15 ثانیه شد ولی نه بخوام خیلی سریع مثلا برم براتون. کلا سرعت تو اگه بخوای 30 بلاک بری سرعت میشه 11 ثانیه نمیدونم. خب بعد برید سراغ بریج پله‌ای یا توراب به قول معروف. اولی که میرید چی میگه خب چیکار میکنم این اینجوری میرید. من خود داداش خود من اینجوری میره. آقا کلات میکنی خب اینجوری که داداش هم میره من فکر کنید من کجا
اه. خب دیدی اینجوری من بریج میزنم. خب من حالا بالایی رو به شما یاد نمیدم، میریم سراغ بریجای بدون شیفت. بخوام کلی نو براتون بیارم. یکی هست مثلا دیگه من انقدر خفنم با کلیک معمولی براتون گاد بریج میرم. what the hell داداش، کلیکو ببین، سی پی اس فقط شورت ترک رو ببین، سی پی اس 3 لانگ درک رو ببین، سی پی اس نمیگیره. بعد اون دیگه من میام اینجوری گاد بریج میزنم. ببین نمیشه داداشم، نمیشه. ببین ولی اینجوری میشه. من ببینید نمیتونم خیلی برم. خیلی سخته. آها داشتم جیتر میرفتم، جیتر بریج. خب بعد بخوام مثلا مثال بعدی موندواکه که بعد اینم با شورترک برید. من چیت میرم با رفلای که اصلا نمیشه مونواک زد. فقط 2 بلاک شاید بشه مونواک زد. بعدی که من عاشقشم بیریزلی فاکین میشه با سی پی اس 8 یا 10 بیریزلی زد اینجوری بسی و لند کرد. من چیدم چنده؟ نه 63 نه، من 62 نه 63 برای بریج من خوبه. اینم مخصوصا بیریزلی. آماده یک دو سه. یه چیز میدی مثلا تیم اپ میکنی تو سالو، اینجوری میگه سلام داداش چطوری، بیا تیم اپ. آره من بریج میزنم. ببین میگه تو اصلا بریج تو نوب ترینی تو بریج. من نوبم؟ تو نوبی؟ تو نوب بسن برم افس برم. چرا میگفتن این من بده بیرون مثلا اومد بیرون اومدم بریج بیاد برم اینجوری میام من بریجم بده. چرا بلاک نمیذاره بابا؟ بچه ها دیدین چه لگیه؟ اصلا شیفت رو نمیگیره. بگیر دیگه. دیدین سر میخورم؟ میتونید مشکلش چیه اینو بگید توی کامنت ها. حالا نوع بعدی بریزلیه. what the hell؟ چرا منم میندازه؟ من که اصلا استیگنال گرفتم. چرا منو بس منم سی پی اس چند میگیرم بدل فلک فقط 9. شاید چون موسم اصلا برای
بایستا ببینم الان چی. ببین بچه تایپیه. خیلی برا من لگه. 110 که پین خوبه که. فهمیدم چرا لگم، چون دارم ویدیو ها میگیرم. چرا کلیک نمیگیره؟ شاید به خاطر میز کوچیکه یا دی پی آی. آها دی پی آیت کمه. دی پی آی من کمه خیلیه. 39 خیال بکنش 40. اینم بکن اینجا. الان میگه بلاک منو چرا پاک کردی؟ 1 2 ایزی. فهمیدم چرا میمیرم. چرا بلاک؟ بچه ببین سی پی اس میگیره ها، ببینید ولی بلاک نمیذاره. شاید مقابل امروز که اومدم ویدیو بگم اینجوریه. اونقدر پینگ خوب نیست. بعد میگی الان پینگ خوبه که 111. بچه ها من هر وقت میام گیم میزنم پینگ من 30. خب بریم به ادوارد بزنیم. خسته شدم قبل میزاد دارم. بریم به ادوارد. یه دستم بریم بعد بریم به ادوارد. اوکی این لابی بعدی، چون این لابی اصلا کسی تو بیفی نیست. هی تو لگ چیه؟ بابا نزنید دیگه منو. نوبا بچه ها اینقدر نوب نباشید، همیشه برا باشید نه نوب. منو زدم. منو میزنم. دارم بولی میکنم. بچه ها میبینید 5-6 نفره میریزن سر من یکی. نه یا اینقدر جلو. های تو بزنش دیگه. این من چی متنفرم. من یک سر دارم کتک میزنم میگم بمیر. پوکر نشسته منو داره نگاه میکنه. بریم فیلم ببینم. بچه ها لایک کنید، کامنت بذارید، سابم کنید. هر کی بیشترین کامنت رو زیر این ویدیو بذاره میبرمش بدوارز 2 دابل یا اون پارتی میدم. با هم ویدیو میگیریم عشق میکنیم. پس لایک کامنت سابسکرایب فرام نشه. خوششانس باشید. نه 2 تا گل داری. 2 تا گل داری. 2 تا من میرم. من میرم تو نوبی بیفت. چه خفن. من میرم داداش.
F2. چقدر نوبی نوبا، چطوری نوبا؟ خیلی نوبی نوب لودر. لودر 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 لودر. چرا بردم بالا؟ بابا من بریجی که زدم و بچه خراب میکنن همشون. کارشون که من بلاک کم بیارم. عشق کنن نرین. با دوستا قدرت گیگاچتی دارن. نرو. تو رو خدا بدون نزنید. اه بلاک. مرسی. سلام رای. بچه الان چند نفر رو براتون پول میکنم واسه شاید نصف بگیرم برم چند نفر رو پولی کنم. هچیتر بریم ملت رو پولی کنیم. هستین؟ پولی 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 پولی. تو رو خدا ملت بیام من پولیشون کنم. دلم میخواد یکی رو پولی کنم. پولی 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 پولی. بابا دوست دارم یکی رو پولی کنم دیگه. بیایم ملت رو پولی کنم. که بیاد دیگه. داره میاد. دلم میخواد یه نفر رو. بذارید من پولی کنم دیگه. ایزی بلاک کرد خودشو. چرا؟ پولی 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 پولی. بیاین بالا. یه نفر. بابا چرا نگه؟ متنفرم. بابا اینا برای من بود. نوبه.
ادیترم که هست. بعدش اگه بشه دستابل میریم. بابا اینقدر نوب نباشید. یکی بیاد پولیش کنم تو رو خدا. تو اینقدر نرین. میخوام پولی کنم. ریکانکت. بابا اینجوری که اینا بازی میکنم من نمیتونم کسی رو پولی کنم. رفت فشار میخورم. به جای اینکه پولی کنم مردم و خودم دارم پولی میشم. نیفت. بابا برو بالا مثل آدم. نوبی لوزر. نمیریم بابا. میشه یکی نیاد دیگه. بابا اینقدر لگ نباش دیگه تو رو خدا. نوبا اصلا اینقدر نوبا آدم. دلم میخواد. چرا پیششون نزدم. من برم اون یه نفر پولی کنم بیا. خداحافظ. اوکی. اوکی. آرکید. پولی 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 پولی. جی جی چرا جی جی. این بچه چرا هیچی کیل نگرفتم. چون خیلی همه نامرد بودن. نمیذاشتم من کیلمو بگیرم. او مپ جدید. او مای گاد مپ جدیده. توی آقا
وای بچه یه نصیحت هیچ وقتی از تینجام استفاده نکنید. سعی کنید فقط از تینجی استفاده کنید و خیلی هم بکنید تا هر چی دلتون میخواد بکنید، ولی تینجیشون اصلا برای اینکه مثلا منو نکشید نه، فقط اگه دوست دارید با من بازی کنید تایم مشخص بخوام بگم صبح نه شب و ظهر بعد از ظهر بلاک تکه ایزی بریم تکه داداش منم ایزی اسپلیت ایزی ایزی او دارم اوکی اوکی رفتی نرفت چجوری من اون پنج بلاک دمش خوردم
بابا نمیتونه دستش بهم برسه، چجوری منو میزنه؟ چیترایی نوب. میدونی بچه من چی بیشتر متنفرم؟ یه نفر خب میدونی چیتر باشه، خب اونی که چیترم نوب باشه. فشار، قشنگ فشار. ها افتادی، ها 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 ها. نوبی تو اینجا ایز شما دهنی. بابا چه جوری منو داره میزنه؟ بابا اون نوبه پینگش خیلی کمه، داره منو میزنه. وات ده هل. بلاکش. آقا نه آیرون.
بابا این فشار میخورم بچه ها. خب بچه ها، ببین بچه ها ترای ها باید برم همه رو کتلت کنم. دوازده تا. این مپو همیشه ویکتوری میکردم چون خیلی آسون بود، ولی همه کار توش کردن، ولی اونقدر هم آسون نبود. من از این ور میرم این ور. میدونی بچه این چیش باحاله؟ نه نرو نرو نرو. تچه. ها ترای هارد کردم. بابا چرا نپرید گاو؟ خیلی خیلی دارم فشار میخورم. بدش خورده، خودش نمرده، یکیش نمرده.
از این ور میتونم وارد نش بشم، به دو بزنم، دوتاشونم میزنم. اگه ردم بزنن خوب میشه. بابا چرا هیچیش نمیشد؟ چیته بابا، چیته مطمئن. نشد یه دست. خب بچه ها خوش من. نه خب بچه ها، اینجا پایان ویدیوست. تا یه ویدیو دیگه یه روز دیگه. فعلا خدا حافظ.